سلام خدمت همراهان عزیز. امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشین. شاهکارهای خلقت. امروز یه فایل آموزشی متفاوت تری داریم و میخوام با این سوال شروع کنم که دوستانی که فایل‌های آموزشی منو میشنون همین سبک و سیاق و ادامه بدیم یا بریم سراغ یه سری تمرینات متافیزیکی. دوست دارم با هم تبادل اطلاعات و تبادل نظر داشته باشیم. دوستان خواهش دارم تو کامنت ها نظرتون رو برای من بذارین که آموزش ها رو به همین نحو ادامه بدیم یا آموزش ها رو فعلا بیایم یه مقدار متوقف کنیم، آگاهی دادن رو متوقف کنیم، بریم سراغ یک سری تمرینات متافیزیکی. خوشحال میشم که من رو یاری بدین در این راه. خب میریم سراغ 3 سرفصل داریم که در موردش میخوایم تمرین متافیزیکی با هم کار کنیم. تمرین رو به موقع باید انجام بدین، با اعتقاد و ایمان راسخ باید انجام بدین تا به یاری الله اتفاقات خوب در زندگیمون بیفته. یکی از این تمرین ها تمرین متافیزیکی پول و ثروت. تمرین 2 تمرین متافیزیکی سلامتیه و تمرین 3 هم تمرین متافیزیکی روابط عالیه. امروز من به انتخاب خودم یکی از این 3 مورد رو براتون تمرینش رو میذارم، ولی برای اینکه تمرین متافیزیکی بعدی کدوم یکی از 2 سرفصل باقی مونده باشه، شما میتونین تو کامنت ها برای من بذارین و هر کدوم از سرفصل ها که کامنت بیشتری داشت اول تمرین متافیزیکی اون سرفصل رو با هم کار میکنیم. امروز به انتخاب خودم میخوام بهتون تمرینی بدم در رابطه با بهبود روابط. حالا بهبود رابطه بین زوجین، آدم هایی که متأهل هستن و صدای منو میشنون، یا آدم هایی که در رابطه با دیگران دچار مشکل شدن، چه با تک تک اعضای خانواده، چه با دوستان، پارتنر، و یا اینکه با انسان‌های روی کره زمین، با کسانی که در ارتباط هستیم، همکار، همسایه و دامنه گسترده انسان‌ها، با هر گروهی که یا با هر شخصی که از فامیل و دوست و آشنا و بیگانه و غریبه گرفته، این تمرین متافیزیکی رو اگر همینطور که بهتون میگم گام به گام انجام بدین، به شما قول میدم پایان آخرین گام بهترین نتایج رو بگیرین و بهترین روابط و آرامش و زیبایی رو در رابطه هاتون تجربه کنین. گام اول میخوام الان یه نکته طلایی، یه دستورالعمل جادویی بهتون بدم که فوق‌العاده رو انسان تاثیر مثبت داره و آدمو از حال بد به حال خوب میرسونه. و وقتی ما در حال خوب قرار داشته باشیم، انسان‌هایی در مدار ما قرار میگیرن که حالشون خوبه و آسیبی به ما نمیرسونن، چه با دست و زبانشون، چه با نگاهشون، رفتارشون، کلامشون، عملکردشون. پس گام اول تمامی دلخوری ها، حس خشم و تنفری که نسبت به همسر یا پارتنرتون یا اون شخصی که دنبال این هستین که باهاش یه رابطه خوبی داشته باشین، هر دلخوری، هر اتفاقی که بینتون افتاده، هر حرفی که ازشون شنیدین یا هر برخوردی که داشتن که باعث شده دل شما بشکنه، خاطر شما آزرده بشه و حستون بد باشه و نسبت به این آدم خشم و تنفر و کینه رو در وجود خودتون نگه دارین، هر اتفاقی رو افتاده با تمام جزئیات روی یک برگه با خودکار می نویسین. میتونین تمرین رو
به خاطر که اثردهیش بیشتر باشه و ببینین که واقعا این تمرینای متافیزیکی اگر درست انجام بشه و به موقع انجام بشه چه تأثیر خارق‌العاده‌ای داره. به نظر من فرد به فرد، یعنی اول یک نفر رو انتخاب کنید که بیشتر از همه باهاش سر و کار داریم، به عنوان همسرمون یا فرزندمون، کسی که هر روز باهاش هستیم و الان در حال حاضر باهاش دچار مشکل شدیم. میایم این تمرین‌ها رو انجام میدیم و وقتی که نتیجه میبینیم شگفت زده میشیم، میریم رو بقیه انسان‌ها هم این تمرین رو پیاده میکنیم که البته این تمرین پیاده سازی این تمرین در اصل بر روی خودمونه. میایم با تغییر خودمون، تغییر فرکانس خودمون، آدم‌های بهتری، رفتارهای بهتر و روابط عالی‌تری رو جذب و تجربه میکنیم. پس هر اتفاقی افتاده، به عنوان مثال همسرمون یه جمله‌ای رو به ما گفته که ما خیلی دلمون شکسته، خیلی اذیت شدیم، می‌نویسیم اون جمله رو. اگر رفتار بدی با ما داشته اونو می‌نویسیم با تمام جزئیات، که مثلا با هم بیرون بودیم، فلان رستوران بودیم، تو خیابون بودیم، این کارو کرد، این جمله رو گفت، من ناراحت شدم، اومدم خونه گریه کردم، اعتراض کردم، بینمون مشاجره پیش اومد، اینجوری شد، اینطوری شد. همه رو با تمام جزئیات می‌نویسین. هر چقدر شما جزئیات اتفاقاتی که براتون تو رابطه با اون شخص مورد نظر افتاده به یاد بیارین و اونو بنویسین، روی کاغذ بیارینش، حتی از لایه‌های درونی مغز و فکر و بدنتون اونو میارین رو کاغذ و از جسم و روحتون خارجش میکنین. پس سعی کنین هر اتفاقی که افتاده رو با تمام جزئیات بنویسین. وقتی که برگه شما کامل شد، همه دلخوریاتون رو نوشتین، 2 راهکار دارین: یا اون کاغذ رو پاره میکنین یا اونو آتیش میدین. در هر دو صورت سعی کنین باقی مانده یا خاکستر اون برگه رو توی خونه، تو چاه فاضلاب یا تو سطل آشغال خونه نگه ندارین، به خارج از خونه انتقال بدین تا اون انرژیای منفی، اون حسهای بد همه منتقل از جسم شما، از روح شما، فکر شما به کاغذ و از کاغذ با پاره شدن و آتش گرفتن از بین میره و به خارج از محیط زندگیتون انتقال بدی. این اولین گامه در بهبود روابط. من در فایل آموزشی بعدی گام‌های بعدی رو توضیح میدم. مرحله مرحله با هم جلو میریم تا بتونیم انسان‌های شادی باشیم و زندگی خوبی رو کره خاکی در کنار هم دیگه تجربه میکنیم. اگر از این آموزش‌های من خوشتون میاد، از این سبک آموزش‌ها، این آموزش‌ها رو برای دوستانتون به اشتراک بذارین. نظرتون رو در مورد آموزش‌ها و تمرین‌ها به من اعلام کنین. ممنون میشم که الان منو سابسکرایب میکنین و لایک میکنین این فایل آموزشی رو، تا این فایل آموزشی مدت زمانی بیشتری در صفحه یوتیوب بالا باشه و انسان‌های گرفتاری که احتیاج به این راهنمایی و این آموزش ها دارن بتونن ازش استفاده کنن. روزگار بر شما خوش، هر روزتون بهتر از دیروز. تا فایل آموزش بعدی همه شما رو به دستان پرتوان خداوند می سپارم. عاشقانه دوستتون دارم. ممنونم که منو با لایکتون حمایت می کنید.